سلام دوستان، دکتر استی هستم، متخصص ژنتیک شما. امروز مقدمه‌ای بر بیماری‌های ژنتیکی رو براتون دارم. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید، سیوش کنید، لایک کنید و با دیگران به اشتراک بذارید. ژن‌ها واحدهای وراثتی هستند. واحدهای وراثتی که از پدر و مادرمون به ارث میرسن و به نسل بعدیمون منتقل میشن. ژن‌ها دستور ساخت پروتئین رو میدن. پروتئین ها برای بدنمون بسیار مهمن. باعث میشن که مولکول ها از یک جای سلول به جای دیگه سلول حرکت بکنن. باعث میشن که کارهای نگهدارنده و تعمیراتی در سلول ها انجام بگیره و خیلی کارهای مهم دیگر رو در بدن انجام میدن. تعداد ژن ها در سلول های ما حدود 20,000 هست. از این 20,000 ما تقریبا 6,000 تاش رو میدونیم که باعث بیماری‌های ژنتیکی در انسان میشن و بقیه‌اش رو واقعا نمیدونیم که چیکار میکنن برای ما، ولی هر روز بیشتر از دیروز داریم یاد میگیریم. به زودی میفهمیم که بقیه‌شون در بدن ما چیکار میکنن. ژن‌ها روی کروموزوم‌ها حمل میشن. کروموزوم‌ها یه باکس هایی هستن که به طور متوسط 1000 تا 100 ژن رو میتونن به خودشون حمل کنن. تعداد کروموزوم ها در انسان ها 46 تاست. به صورت جفتی میان، یه جفتش از مادر، یه جفتش از پدر. کروموزوم های جنسی X و Y هستن. اگر پسریم یه دونه X و یه دونه Y داریم، اگه دختریم 2 تا X داریم. بنابراین یه سری بیماری ها هستن که فقط در دخترها ایجاد میشه، یک سری از بیماری ها هستن که فقط در پسرها ایجاد میشه. حالا انواع بیماری‌های ژنتیکی رو براتون توضیح بدم. ما 3 دسته کلی برای بیماری‌های ژنتیکی داریم. یک دسته مهمش بهش سینگل جین دیزوردرز میگن، یعنی بیماری‌هایی که به علت موتاسیون یا جهش ژنتیکی در یک ژن به خصوص ایجاد میشه. کلی از بیماری‌های مادرزادی ژنتیکی هستن، یعنی به علت جهش در یک ژن به خصوص ایجاد میشه. مثل اوستئوژنزیس ایمپرفکتا، یعنی اون بچه‌هایی که وقتی که به دنیا میان شکستگی‌های متعدد استخوانی دارن، یا ناشنوایی‌های مادرزادی یا نابینایی‌های مادرزادی. دسته دوم بیماری‌ها به علت اختلالات کروموزومی ایجاد میشه. یا تعداد کروموزوم‌ها کمه یا زیاده، یا اینکه قسمتی از کروموزوم‌ها کم و زیاده. دسته سوم بیماری‌های مولتی فاکتوریال هستند. یعنی بیماری‌هایی که به علت ترکیبی از ژن‌ها و عوامل محیطی به وجود میان. از میان اونها میتونیم به مالتیپل اسکلروسیس یا MS، دیابت نوع 2، چاقی و بیماری‌های قلبی عروقی نام ببریم. بقیه مطالب رو میذارم برای یه ویدیوی دیگه. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشتید. مرسی ازتون. خداحافظ.